کجا با این عجله؟ جانم تو kimdi؟ من پیشرفته ترین پدافند هوای آمریکا هستم. ده خیلی خوشبختم. چه بر و روی خیلی ماشاءالله داری. چی میگه؟ ببینم عمو جون اینجا چی کار میکنی؟ ما اینجا هستیم تا نذاریم هیچ آسیبی به اسرائیل برسه. چطوری یعنی؟ اینطوری که هیچ موشکی امکان عبور از ما رو نداره. محمد این دریازده نشده داره هزیون میگه. نمیدونم والا، شاید از این الکل تقلبیه بهش انداختن. احتمالش هست. متاسفانه مشتری مداره دیگه سرش شرده. تو ایران خودمونم کلی تلفات دادیم. هی امان از جهل و نادانی. اینجا دانشگاه نیست کرسی آزارندش رو انداختید. اینجا میدون جنگه. پس برو بزرگترت بگو بیاد. ما تو کار بچه نیستیم. ببین هر حرکت اضافه مساویش با مرگ. بگم که همه گزینه‌ها رو میزه. خیالت راحت، ما ایرانیان نصف مشکلاتمون رو زیرمیزی حل میکنن. نه منه؟ گل پسر بهتره بری کنار. اون وقت اگه نرم چی؟ ببین ما تازه بالاستیگاشیم ما. این های پسونو خواه بریسن شرف براتون نمیذارن. قصه نخور، ما برای اونام برنامه داریم. باشه. یا جیسس کراس اینا دیگه چی بودن؟ های پسونو خواه. نه منه؟ حالا کجا رفتن؟ فکر کنم رفتن برای نتانیاهو یه خط نسرون بگیرن بیان. چی میگه؟